برهان الدین ربانی یکی از مهمترین و تاثیرگذارترین چهره‌های سیاسی افغانستان در نیم قرن اخیر بود. او به عنوان رهبر حزب جمعیت اسلامی، رئیس جمهور سابق افغانستان و یکی از چهره‌های کلیدی جهاد علیه شوروی شناخته می‌شود. ربانی در دوران مقاومت، جنگ‌های داخلی و دوران پس از طالبان نقش مهمی در سیاست افغانستان ایفا کرد. برهان الدین ربانی در تاریخ 20 سپتامبر سال 1940 میلادی در بدخشان در یک خانواده مذهبی و اهل علم دیده به جهان گشود. او از قوم تاجیک بود و از همان کودکی علاقه زیاد به علوم دینی و اسلامی داشت. تحصیلات ابتدایی خود را در بدخشان به پایان رساند و سپس برای ادامه تحصیل به مدرسه شریعت کابل و بعد از آن به دانشگاه کابل رفت. پس از فراغت به عنوان استاد در دانشکده شریعت مشغول به کار شد. بعدتر برای ادامه تحصیل به دانشگاه الازهر مصر سفر کرد و در آنجا مدرک مستری در علوم اسلامی را گرفت. اقامت او در مصر تاثیر عمیقی بر تفکر سیاسی و اسلامی او داشت. در اواخر دهه 1340 برهان الدین ربانی فعالیت‌های سیاسی خود را آغاز کرد. او از طرفداران اسلام سیاسی بود و تحت تاثیر افکار اخوان المسلمین مصر قرار داشت. در همین دوره او به همراه چهره‌هایی چون گلبدین حکمتیار، احمد شاه مسعود و صبغت الله مجددی هسته اولیه گروه‌های اسلامی مخالف حکومت وقت را تشکیل داد. در سال 1351 خورشیدی ربانی به طور رسمی حزب جمعیت اسلامی افغانستان را تأسیس کرد. این حزب به سرعت در میان دانشجویان و علما جایگاه پیدا کرد و یکی از گروه‌های اصلی مخالف رژیم داود خان و بعدها حکومت کمونیستی شد. با وقوع کودتای 7 ثور 1357 و به قدرت رسیدن حزب کمونیست و سپس تجاوز شوروی به افغانستان در سال 1358 ربانی به یکی از رهبران اصلی جهاد علیه اشغالگران شوروی تبدیل شد. او از طریق حزب جمعیت اسلامی مجاهدین زیاد را بسیج کرد و نقش مهمی در انسجام مقاومت اسلامی ایفا نمود. برهان الدین ربانی در دوران جهاد روابط نزدیک با کشورهای منطقه به ویژه ایران، پاکستان و عربستان سعودی داشت و از حمایت معنوی و مالی آنها بهره می‌برد. در این دوران احمد شاه مسعود به عنوان فرمانده نظامی حزب جمعیت اسلامی تحت رهبری ربانی فعالیت می‌کرد. پس از سقوط دولت دکتر نجیب در سال 1992 میلادی مجاهدین وارد کابل شدند و برهان الدین ربانی به عنوان رئیس جمهور دولت اسلامی افغانستان انتخاب شد. اما به دلیل اختلافات میان گروه‌های مجاهدین به ویژه میان ربانی و حکمتیار کابل وارد جنگ‌های خونین داخلی شد. ربانی با وجود تلاش‌های فراوان برای اتحاد میان احزاب مجاهدین نتوانست مانع درگیری‌های داخلی شود. جنگ‌های داخلی کابل باعث ویرانی شهر، کشته شدن هزاران نفر و به اعتمادی مردم به حکومت شد. در همین دوران بود که گروه طالبان قدرت گرفتند و در سال 1996 کابل را تصرف کردند. ربانی به شمال افغانستان عقب نشینی کرد و به همراه احمد شاه مسعود جبهه مقاومت علیه طالبان را سازماندهی نمود. پس از حملات 11 سپتامبر سال 2001 میلادی و سقوط رژیم طالبان، کنفرانس بن برای آینده سیاسی افغانستان برگزار شد. اگرچه حامد کرزی به عنوان رئیس اداره موقت افغانستان انتخاب شد، اما ربانی همچنان خود را رئیس جمهور قانونی افغانستان می‌دانست، چرا که جامعه جهانی وی را به طور رسمی از قدرت کنار نگذاشته بود. در دولت جدید ربانی نقش فعال در روند صلح و سیاست افغانستان ایفا کرد. او در دوره‌های مختلف به عنوان نماینده مردم، رئیس حزب جمعیت اسلامی و همچنین رئیس شورای عالی صلح فعالیت کرد. شورایی که وظیفه‌اش مذاکره با طالبان و یافتن راه حل سیاسی برای جنگ بود. در 20 سپتامبر سال 2011 میلادی برهان الدین ربانی در منزلش در کابل در حالی که ریاست شورای عالی صلح را به عهده داشت توسط یک حمله انتحاری که خود را به عنوان نماینده طالبان معرفی کرده بود ترور شد. این فرد بمبی را در عمامه اش پنهان کرده بود و هنگام دیدار با ربانی آن را منفجر کرد. این ترور واکنش‌های گسترده داخلی و بین المللی را به همراه داشت و ضربه بزرگی بر روند صلح افغانستان وارد کرد. بسیاری ربانی را فرد معتدل و اهل گفتگو می‌دانستند که می‌توانست نقش مهمی در صلح ایفا کند. برهان الدین ربانی یکی از تاثیرگذارترین شخصیت‌های سیاسی اسلامگرای افغانستان بود که در 4 دهه اخیر در بیشتر تحولات سیاسی و نظامی کشور نقش داشت. او استاد دانشگاه، رهبر جهادی، رئیس جمهور و مدافع صلح بود. پس از ترور وی، فرزندش صلاح الدین ربانی رهبری حزب جمعیت اسلامی را بر عهده گرفت. در نتیجه میتوان گفت که برهان الدین ربانی نماد پیوند میان علم، جهاد و سیاست در افغانستان معاصر بود،
زندگی او پر از تلاش برای آزادی، عدالت و صلح بود، اما افغانستان پرچالش بسیاری از رویاهای او را ناتمام گذاشت. با این حال نام و اندیشه‌اش در تاریخ کشور به عنوان یکی از رهبران مؤثر باقی خواهد ماند.